کنیم و با این ادبیات ها ما خود رو میتوانستیم تبابت کنیم، خود رو آرام کنیم. از بین چند وقت گذشت من حاضر راستی گفت این بیماری تماما در بدن من نیست، نفسم نمیگیرد، قریب که الرژی هم نیست شدگی من بوی اتریو دیگر بویها رو با آرامی نفس کشیدن میتوانم، یکم خیلی درد رو حس نمیکنم و از فرصت استفاده برده میخوام به دکتر توحیدی رحمت کلام گویم. سلامت باشید. نکه همجا یک زل بود برای شما همجا با نزد من بیدر. دوستان عزیز من یک چیز دیگه گفتنی هستم که مثلا در بین ما هم خیلی طوری که من گفتم از صحبتی من با شیخ مصلح‌الدین درباره گرم و خنک و درباره دیگر چیزا گپ بود. همه خیلی نقل و روایت ها است که شبکه سحرناک، بلغه سحرناک دیگه چیز همین شخصانه که همون شخصانه که مثلا گیپنوز به داده میشوند همونا به تاثیر میکنن. مثلا بعضا میگن که دنباله پوستک بازی دارن دیگه کار یا آدم یگان نمودی حیوان به مبادل کنن. دوستان این خیلی نمیشود. آدم مثلا نمودی خر نمودی سگ نمیگیرد، نه که رفتارش هم خیلی میشود. من این خیلی تجربه های گذراندگی فقط خواهشی آدم وقتی باز از همین استفاده برده گفتنی هستم که موافق فرمان کلیگ وزارت نگهداری تندرستی و وزارت مدنیت از سال 84 غیر از طبیب غیر از دکتران با اجازه داده شده که برای سیانس های گیپنوز گذراندن. نه که من نمیدونم برای چی هم سرک اومدن نشون میتونن یا که مردمی ما نمیدونن، این الکای انسان با تاثیر منفی میرسونن. چون که طبیب الکای و میتواند چخل کار کند، مثلا وقتی که سخن تاثیر نکرد کدام داروی استفاده برد کدامش نبرد. یک همین ریسپوبلیک ما بعضی همین کارگرای مدنیت سرک و دیگه چیز آمده فکر خلق وایران میکنن درباره گیپنوز و درباره چیز است. مثلا فرمان هست که آدمایی که علم مخصوص ساحه طب گذشتگی نیست قرار جزای سودی گیرن. مثلا برابری حاضر همین رساندن همین بالگوچه پیشانه همین آدمی صحت میگویم البته بیمار نمیگویم، چون که بیمار گویم نزد امام استادگی دفتر با حالت خوب میبیاره. من از بینید الکه آدم معطوف شد، تماما خوبش بود. من گپی زیادی نزدم. برای همین بعضا نزد طبیب ها بکن بعضی آدم میرد که تلقی میکند و دو دهان گپی نقد میزند و خودش نقص میکنه. حاضر حالتی خوبه. من یک چیز دیگه فهموندن شما با دوستان. من اینجا یک اپارات آوردم همراه خود که مثلا بعضی آدما پیدا میشوند که دستای من تاک دارد دیگر چیز دارد گفته همین چیزای وای میکنن. ارگانیسم ما یک الکتروستانس همه ما تاک داریم. پروسسی مبادله ماده ها ابمن میگه یک ارگانیسم به زیادتر یکش به کمتر این فقط در نتیجه تاثیر سخن زیاد میشه. من حاضر یک چند تجربه همین شما بود نشون دادنی هستم همینجا به یک باره. مقصدی حاضری ما از همین عبارت است که چنانه که در وزارت تندرستی ما گفتن که فقط باید که شما خلق و فهمانده دید برای همین ما تلویزیون اجازه میتیم، نه که سیانس های گیپنوز من است، نه که ما با شما میگردانیم با مصلحت میکنیم این چیزها همین چیز میبینید. از دستم میگیرم چشمک شده میشه، چشمک شده میشه. از دستم میگیرم سرطان پیش میره. از پشت میره، از طرف راست میکشد، از طرف چپ میکشد، اکنون بدن لپش خوردن میگیره. چشمی کشاده هم که گیپنوز کردن ممکن. آدمی که گیپنوز بغلطد من دیسوده تا چشما کشادگی این آدمی که گیپنوز میغلطد. حرکت‌ها قطع میشوند. اکنون درباره تاثیر دست گرمی و رشکتی. از روتون گرم میشه. گرمی هست حاضر. گرمی هست حاضر. از گرمی 10 مراتب زیاد میشه. خود اتوکی سوزان بار این گرمی زیاد میشه. ایستاده ده چشم کشادگی اتوک گرمی سخت. من این تاثیر سخنگفتی آدما میگن که تاک هست و دیگر چیز هست. مثلا خیلی که من گفتم ریاکسی شیمیایی میراد ارگانیسم ما با برای که خسته شدید شما حاضر چشم پوشیده میشوند، خسته شدید شما هم یک خنده تا ضربه یک آرام شید کمتر. من حاضر دست میگیرم مثلا اینا کینای بسیار خنده آور تماشاگر شدن خنده میدونم بلند میخندن. شما هم میخندید تا از اونجا. کدام کینای دوست دارید شما؟ کدام کینای دوست دارید کینای کافکاسکا پلینس. کافکاسکا پلینس. شما ندیست دارید خوش. مثلا برای چی همین پیدا شد؟ مرکزی به واسطه بیناییش
بیدار شد این آدم همون چیز دیستاد است. دستم میگیرم چشما گشاده میشن خودتون بسیار سبک نقص میکنید رفته ضربه میشینید. چشما گشاده میشن تمام خودتون سبک میکنید چشما گشاده میشن دستم میگیرم چشما گشاده میشن چشما گشاده خیلی اسکار شدید سلام گوش رفتش خوش دوستان عزیز من همه آدمایی که گیپنوز به داده میشن گیپنوز میشن مثلا همه خیلی میشد که آدما در نتیجه ترس و نابینا میشن چون که مرکز بیناییش ترق میشد همون چیزی نمیبینن بعد یگان داو میخونن یا که یگان طبیب میرن و تلقین میکند که شما نقش شدید و نقش میرن مثلا از ترس آدما فلج میشد کار میشد کور میشد همون صورت ها مثلا آدما توبات کردن که خواهد اینجا بیمارو گام میزنن با ما شرح میتیم کسلی دیق نفس چون که بعد این سیانسی تلویزیونی بسیار آدمای دیق نفس آواره شده نزد ما و نویتو همه دکترایی که در همون رایون‌های شما هستن همون وقتی مصلحت کنید که در همین جا متد پسیخوتراپی یاردم میکند یا نه خلق یک گپ شنید از همون جا آواره شده بیکر سر و سرسامی کرده چقدر خراجات کرده خودش عذاب داده میگن مثلا دیق نفسی این آدم حاضر من اینجا نگذاردم من باید دیگر اگه کامرای نشون تیان کلمه اوکروب یکمی مراتب پیدا شدگی اوکروب حاضر آدم میسولفات من دیسوت سولفا دارم کامرای اگه وای باشد نشون تید همون یکم خطر بشتگی کلمه اوکروب برای و آدم کلمه زهر آور یکمی مراتب وقتی که اوکروب شوبه کردن با همین پریستوپ قاپیدگی این آدم خودش به سیگنال مونده که من همه کلین حاضر بهتر شدگی نقش شدگی پیشتر اوکروب میگفتیم و کاب کابود شده میرفتن این آدم چون که شعور علاقه سیستم عصبی خودش به پروگرام مونده که همین کلمه یا که بوی ادیکالون گویم بوی دوخی من به اون کسلیم خروج میکنه مثلا بسیار کسلای دیق نفس بودگی خودش هم خیلی تحقیق میکنن که بهار شد من همین بهار به کسلیم خروج میگیرد علاقه در سیستم عصبی به پروگرام هست خواهید نخواهید همین چیز پیدا میشه مرحمت اینجا با کی حضور دارد نوبت دیگه میزنید من سیدوف قمردین از قشلاق قزبگی نزدیکتر است میکروفون دادر بلند کرد من سیدوف قمردین از قشلاق قزبگی رایون اورژینگزوبود من سال 1987 با کسلی پای گرفتار شدم از بین 6 ماه گذشت و من به تیاق را میگشتم به نزد چندین دکترها مراجعه کردم ولی درد پای من دوا نیافت به نزد مولا ظهور طاهری رفتم بعد 3 دقیقه و من خود را نقص حس کردم و به مولا ظهور طاهری موفقیت های نو به نو آرزومندم احمد اصحاب بغلت هوا دادی اسه میتاجن دوستان من اینجا با مرحمت گذاشتم مثلا بعضا آدم از ترس فلج میشه این بچه همون کوهپاره رفتگی بعد از پادا آمدن نظرش به اونجا تافتگی همین 2 ماه بی حرکت بودگی بعد اصحاب بغلتی من همین که گیپنوز تاثیر کردگی آدم با نقشته میرد بعد این برآمدن بعضی آدمایی که مثلا بعضی کسله های معنی سر باگ خون کفات فلج میشوند اینجا به گیپنوز دوستان یاردمش تماما کم 100% نقض نمیشه چون که علاقه در ارگانیسم شما تغییرات های کلی به وجود آمده اینجا برای همین کسله های نوروز به من آدمایی که در نتیجه ترس و هم پیدا میشن همان صورت به آدمای مثلا شل شدگی دیگه چی شدگی نقشته میروند مرحمت اوکی هست اینجا من اسماعیل خدایار از کالخانه لنینگراد رایون حصار راستگم سال 1984 یک بار من کسری اینفکت کلان شدم برای همین زندگانی کردن آینده در من امید راست نبوده چی بودن اینفکت و بعد 60 روز خوب کردن در بانچه قربولا بعد فهمیدم که چی بوده است بعد 60 روز من با چیز بردن خرنگان اونجا با من مدازور تایر وا خوردم روزی که همین 10 متر میگشتم من با دیلم با درد پیدا میشد اونجا جایی که سیانسوی پسیخوتراپی میگذراندیم دویم ایتاژ با بود برآمدگاه بسیار راست برآمدگی بود قریب 5 متر بلند بود من یکم بار هم با خود مدازور یا جای برآمدگی من که اون گفتن که نترسه قطعا برآمدن گرفت من همینجا برآمده یک چند سیانسوی گیپنوز گرفتم
اونجا باز دوره میخوردم صحبتای قطعی کسالو میگذراندن میفهمودن که بعدی کسالی انفکت آدم 30 سال 40 سال زندگانی کرده است همچون آدمی سخت کار کرده است بر خودجگی من هم با تاثیر هیپنوزهای همین موضوع من 6 سال آخر من دوره استفاده نمیبرم با مسائل اون کس در خودجگرم بودم من جایی که همین بلنده با جایی که همین زینپای بسیار دور دراز همینجا نترسیده میبرم آدم حاضر پور در کلخوز کار کرده شدم رحمت برای تو باشید من کمتر شرح میتیم در باره کسلی انفارکت دوستان گذشته شنیده کن مقصد از آن عبارت است که کسلی انفارکت مثلا همین موشک‌های دل یک را که خونگذار محکم میشد خون نمیره همین که نرفت همین موشک‌ها میمورن این موشک‌ها برقرار نمیشد نه که آدمایی که کسلی انفارکت به گرفتار میشن مثلا یک سببی از قسم دلشناسی قسم روحشناسی گذشته من از همون عبارت است که بسیار آدمای کسلی دل گرفتار بوده ترس و وهم زیر میکنه زیرا اکنون کلمه انفارکت شنیدن دو قدم میزنن و دلشوی میدارن مثلا من خرانگام با همین خیلی طرز تبابت میکردن همه کسلا انفارکت جمع کرده همین وقتی همراه کوفه میبردم که همراهش من هستم اپرات هست نترسن همین ترس و وهم از اویا دور کردیم چون که آدم که خودش به معنی سرش که ترس که من حاضر من خیلی شم میمورم دیگه چیز و حتما ففتیدنش ممکن مردنش ممکن برای همین کسایی که مرکزی کاردیولوژی بسیار میکنن خوب میکنن برعکس اکثرتشو فکران خودشو تصور میکنن من اینجا با یک از کارهای علمی یک اینجا آوردگی یگان آدمی بچه‌های یاشتر بتونه کاردیوگرام یک نشون میده یا که از این طرف میگیره اینجا با فکرام زال به شرط می نشون دادن وقتی که من هیپنوز گرفته تاثیر سخن سنجیدنی شدم که دل انسان چخل می شود در پروسس معالجه هیپنوز من همین دو چیز نشون میدید از همینجا تا همینجا مثلا دل ما باید که معتدل همه خیلی یک خیلی کار کنه وقتی هیپنوز من تلقین کردم که وای بیمار که در جای کارت ناخوشی روی داده است دلی وای علاقه نادرست کار کرد تریبوی میگن اکسترسیتال طرز نادرستی کار دل همه خیلی شد من اینجا به عکس شدگی همه خیلی چیز که بینه تاثیر سخنگتی کار دل انسان رو ناس کردن ممکن کدام حالات رو ناس کردن ممکن آدمای مثلا ترمینی کاردیونوروز هست اما اونا به تاثیر ناز رسوندنش ممکن این اجازه علم مثلا اثبات شدگی اکنون گفتم ممکنه که همین که همه کسلای انفارکت شدگی ما تفاوت میکنیم کسلای انفارکت فقط تاثیر داروها قطعی تاثیر متدهای فیزیوتراپی مالش دیگه چیزها هست همون چیزا که ما با تاثیر خوب رسونده میتونیم مرحمت با کی هست اما شما شینید شما استید کام استید شما آخرون گام میزنید اینجا همون میباشتم ما چیز گاز زمانم چون که تلسکوپ همین خیلی مصلحت کرده که اگر اینجا هر کس خسته گاز زنند من میدونم من زال به توبات کردی آدم اینجا بسیار هستن وقت نمیرسه ما مخصوصا همون صحبت کردگی برای 15 هست که خسته 2 دقیقه وقت گاز زنند همون رو وای کردگی اینا خودشون میدونن بعد کی گاز زدن شد در کار همین با آدمایی که پلان با نیست تو آخرون وقت شود وقت مونات گام میزنه مرحمت ما اینجا یام کسی گاوزنان پیش که گاوزنان کردگی نه که تو خسته این خلینگو و خلینگو خب با این آدم‌ها زنده سلامت هم صحبت میشه تو گاوزنان میکنید مرحمت صاحب خدای نظرف از شهر قرغنتیپه در حقیقت چهلی که اینجا قید کردن علم مجذوبیه یکی از شاخه‌های با ثمر طبی قدیم بود چند سال پیش من به درد سری شدید گرفتار شده بودم که اون سبب بیخوابی نامرتبی کار دل و عصبانیت به اساس شده بود با توصیه دکتران به آسایشگاه خواجه بگرم آمده به ملا ظهور طاهری دکتر روحشناس مراجعت نمودم این کس به من سیانس‌های پسیکوتراپی را توصیه نمودند بعد گفت که بعد از قبول کردن 3-4 سیانس پسیکوتراپی من خود را علاقه نقص حس می‌کردگی می‌شدم و چند سیانس دیگر برای مستحکم کنی روانه کرده شده بود گذشته از این شاهدی سیاه‌شوی چندین بیماران دیگر نیز بودم که با سه سخن ملا ظهور طاهری آنها را شفا می‌داد و یک افضلیت چنین طرز معالجه را من در آن حس کردم که شخصانی که سیانس‌های پسیکوتراپی را قبول کردند و اشتراک کردند در چنین سیانس‌ها امکانیت پیدا می‌کنند که در حالت‌های گوناگون به حالت روحی و جسمانی خود تاثیر رسانند مثلا خسته شوی را نیست کنند و دیگرها و من گمان می‌کنم که آن اقدامی که ملا ظهور طاهری در نزد خود گذاشتند
ترغیب و ترغیب همه‌جانبه طلب می‌کند و تلویزیون تاجیک در ترغیب این کار حصه‌گذار شده می‌تواند و در حالت دوام دادن سیاست‌های پسیکوتراپی هزاران بیمارانی که به چنین طرز معالجه نیاز دارند امکانات پیدا می‌کنند که بی آوارگی حکیم حاذق مایی شفابخش توانایی زدلها عقده بکشایی کلید صد معمایی سخنگوی و سخندانی فسونگر به محابایی دوام عمر سینایی ظهوری طاهری پتخی با مولا ظهور طاهری در این کار عجیب بردباری ها آرزو میکنم. مرحمت و من سال چهارم شود که اکو اینوالید گروه یکم از دست و پا در وقت کار ماندم فلج. این سال بعد سیانس کاشپیروفسکی 6 سیان وای نگاه کردم من از کاستل قدیم میگشتم کاستل پارتوتام چطور که من از در سال نو یکم ینوار برای توجیک اعلام کردن که از ما در ریسپوبلیکا روشناس مولا ظهور طاهری هست من 18 و 19 و ساعت 11 و 3 سیانس دارم من باعث همین شده من از مایداک رایون ایشکوشیم دورترین فامیل من خیلی 3 ریسپوبلیکا قدیم آمدم و مقصد شفا یافتن من در دل مقصد داشتم که مولا ظهور طاهری به درد من کمک میرساند. اخلاص و خلاص گفتن شما از شما هم وابستگی کلان دارد اکو از منم بعد برابر هر دو ما کوشش میکنیم من کوشش میکنم که شما به یاردم رسانم. مرحمت او کی هست اینجا؟ کارکنی ترست ساختمان وزارت کارهای داخلی ریسپوبلیکا سفرعلی علی جایزیستم شهر دوشنبه. در حقیقت بینندگان محترم چیزی در رفیت میگویند اخلاص خلاص این درست است. در حقیقت یک چند سال پیش از این از کشاکشی ها و بی‌عدالتی های زندگی من عذاب روحی میکشیدم. سرم درد میکرد، سیستم عصب مرا آزار میداد و نفس کشم بنهایت بد بود. خوشبختانه پس از اونه که من در یک چند مشغولیت های توبتی این جوانمرد بزرگ مولا ظهور اشتراک نمودم خودم را به نهایت حاضر نقد حس میکنم. رحمت به این کس و شکر آن میگویم که حاضر سر من دیگر درد نمیکند، سیستم عصب آرام است، نفس کشم به نهایت خوب است. محترم طاهری شما به من و به همه کار افتادگانتون نصیحت میدادید که سخن نیک، لفظ خوش، خوشحالی، خنده به معنی به موقع انسان را تبابت میکند. اما سخن بد، بدزبانی، بدگفتاری، کجگپی، کجزبانی انسان را از پای میافتاند و به مرگ نزدیک میکند. در حقیقت این سخنهای شما درست است. حقیقت سخنهای شما در یکی از شعرهای شاعر نمایان خطلان زمین دوست من سفر محمد ایوبی خیلی بلند صدا داده است. آدمی بدنفس را نان دهانش میکشد، آدمی بدنفس را نان دهانش میکشد، شخص بدگفتار را زهری زبانش میکشد. شما مولا ظهور طاهری نه اینکه طبیب خوب و مهربان هستید، شما شاعر خوب هم هستید. ما شعرهای شما را از روزنامه و مجله های جمهوری ما بسیار خوانده ایم و لذت برده ایم. متاسفانه یک شعر شما به دست من افتاده است که راست دیگر مضمون این شعر به جسم جان من دوا و درمان گشته است که من 4 مصرع این شعر را ناخوانده نمیتوانم. لفظ خوش گفتن خوش است گر کس عادت میکند. لفظ خوش گفتن خوش است گر کس عادت میکند. جسم جانی من زی حرف دوست راحت میکند. در حضور دوستان گوید سخنهای لطیف، در حضور دوستان گوید سخنهای لطیف. خنده هم داروست انسان را تبابت میکند. تشکر به شما دکتر سلامت باشید. یک خنده تکن. مرحمت او کی هست اینجا؟
Так. من سلیمов اکبر کسبم آموزگار از ورزو. سال 87 به من کسلی با قول دکتران اپیلپسی هم میگویند با همین خیل کسلی من گرفتار شدم که به چندین طبابتخانه ها مراجعت کردم ولی شفا نیافتم. در وقتی که فهمیدم در کورورت خواجابیگر ملا ظهور طاهری همچون سردکتر دایر به گیپنوز کار میکردند و آن کس مراجعت نمودم و سیانس اولین گیپنوز را در آنجا من قبول کردم که تا حاضر من یگان بار به این کسلی دوچار نشدم و همین طور گفتنی هم که تماما به این کسلی تصوراتم ندارم و در فکرم هم نیست که من 3 سال پیش از این به همین خیلی کسلی که من خواهان آنم که یگان کس گرفتار نشود به من همین خیلی کسلی بود. برای همین هم در کارهای آینده تان ملا ظهور طاهری به شما موفقیت ها، پیش از همه سلامتی و خواهان آنم که همه آن بیمارانی که به نزد شما میرن شما با دل کشاد آنها را توبت میکنید. تشکر. رحمت سلام. برادر کانتاریستا اینجا یک دیگه عیناً خیلی کسلی اپیلپسی هستن چون که من درباره اپیلپسی معلوماتی هم مرحمت این کاغذی آورده داد تاجدین خودت همون نزد میکروفون بیاید. تاجدین همون نزد همون کس به استاد دو دهان تو گپ زدم من همون شرح درباره کسلی اپیلپسی بسیار سوال آمد همون شرحش میتونم. معلم شما شنید رحمت سال 1986 همین کسل مبدل شدیم. قریب 3 ماه در دختری قرابالا خور رفتم. دکترها گفتن این کسل را توبت کردن نمیشود. در این عین جوانی سال 1986 همه یار رفیق گریخت. یک تاش دیگه فهمیدن این کسل. بعد دکترها جواب دادن و بعد گفتن که در خواجابیگر اکای ملا ظهور و داروهای طبابتی و غیره ها شفا عطا میکرده است. بعد ما با پیش اکای ملا ظهور رفته چند سال بود پریستوب نشده است 2 سال شد پریستوب نیست. 3-4 سیانس گذراندم و مکتب عالی در خونده هستم. تشکر با اکای ملا ظهور با کارهای آیندهش موفقیت های نو بنا و من برای چه دو تا کسلی عیناً یا خیلی اینجا تحقیق کردم درباره کسل‌های اپیلپسی بسیار بعضا در بین ما دکتران خطاگاه راه میتید. ممکن همین بچه بود نادرست دیاگنوز اپیلپسی ماندگی باشه چون که همین خیلی نمودهای اپیلپسی بسیار من حاضر نزد آینین نگم که بسیار دکترها هم کسبای من شتا تماشا کردن مثلا کسلی اپیلپسی من همچون دکتر شما فریب کردنی نیستم به واسطه تاثیر سخن یاردم میکنه نه که بی دارو یاردمش قیم مخصوص دارو هست که سیستم عصب تاثیر میکند آرام میکند ناز میشه. من این دو بیماری که کسلی اپیلپسی برآمد کردن قریب هر روز کسلیشو خروج میگیرید حتی برای با کسلی روحی بیمارخانه کسلی روحی نپراولینی گرفت یکی از این برادر دوم برآمد کرده که و خودش علاقه تلقین کرده است که ما همین پریستوپام هر روز گرفتم میگیرد همه چیز کتی حاضر ما همین مسئله داریم که نه یک بار دیگه رفته از نظارت دکترها آنالیز گذاریم که اینجا دیاگنوز نادرست مونده شده باشه یا در اصل همین خیلی کسلی اپیلپسی بود و نقش شد. نه که کسلی اپیلپسی ما همچون دکتر متخصص بسیار ادبیات ها میخونم مثلا 2 سال 3 سال تا 4 سال 5 سال پریستوپ بینش ممکن نشود ممکن باز خروج گیرد وقتی که یگان واقعیت روی داده نشد. برای همین من گفتنی نیستم که همین کسل‌های اپیلپسی بیت ما شما توبت میکنیم هر یک رایون با هست دکتر نوروپاتولوگ دکتر پسیخیاتر همون وقتی مصلحت کنید چون که هر یک دکتر 7 سال در دانشگاه ها خوندگی شما وقتی سر و کاردار میشد آواره شده از رایون‌های دوردست طبیعتا همون دکتر وقتی مصلحت کنید وقتی که اونا لازم دانستن که شما روید دوشنبه به من دیگر متخصصا مثلا اینجا ما پروفسور مشهور غلاموف میخواج غلاموف استاد ما پروفسور عبدالمجید موسویش پولوتوف هستن که این علم آب کرده خوردگی گوی منو با مصلحت میتونن نزد همونا آمده کنسولتاسیا گرفته و کردن ممکن است. مرحمت با کی هست اینجا؟ خوره قدرت‌الله توابت کردگی می منبع توابت کردگی نباشید نبرو جلو نه واسه خدمت برگشتید یه عصب آمدگی باشه شته است ما آدمایی که توابت کردگی همونو میخوام که دو دهان همون
چند سال باز دیدگیم نیست. مرا طاقتم جلب شده از اینجا خسته باز شما میخوام گویم کسلی خود رو. حسونه حال هر دم گپ زدن میکنیم اینجا یک ساعت ولی انتظار که تمام میشه ثبت نمیشه این چیز. اشته استاجرا و اینو حالا با همش قاچی کرده میپرتونه. من از رایون لیلین معلمه. از سال 67 با کسلی درد سر گرفتار بودم. لحظه ها می شد که من 3 روز بیهوش می خوابیدم. سال 86 برای طبابت به خوجاوب گرم رفتم و فهمیدم که در آنجا ملا ظهور طاهری دکتر گیپنوز هستند. من به نزد این کس در آمده گیپنوز را قبول کردم و یک چند مراتبه با این کس صحبت کردم. راستیگه بعد از گرفتن گیپنوز این کس به من باز سوزن، طبابت سوزن هم بود، 2 مراتبه قبول کردم. من یگام مراتبه به کسلی درد سر گرفتار نیستم، پریستوب نمیگیرد و به ملا ظهور طاهری از صدق دل منتداری بیان میکنم. اگر یک گیرد چی پریستوب؟ نه، من باوری دارم که دیگر این خیلی پریستوب نمیگیرد، چون که من و پریستوب هایی که پیشتر از 67 تا سال 86 میگرفت دیگر در من این کسلی نیست. با تمام وجود و با منتداری همه کسالانی که به کسلی درد سر گرفتارند تکلیف میکنم که البته به نزد ملا ظهور آید. اما وقتی سرکاری نمیابم دقیقا همشون به شما رحمت و منتداری بیان کردنیم. سلامت باشید. درباره درد سر من دو دهان گپ زنم. قریب کتاب‌های بسیار هست درباره درد سر، زیاده از 100 سبب درد سر هست. مثلا همین کتاب مرا شما گذاشته شنید. من یک چیز را گفتنی هستم که به من دیاگنوزی من میگرین بود. میگرین با کجایی که رفتم دکترها گفتن که میگرین طبابت نشونده است. برای اون که من از شما طبابت گرفتم و این کسلی من نیست شد، منتداری بیان میکنم. دوستان عزیز، من یک چیز اینجا گفتنی هستم که مثلا درد سر سبباش بسیار. همین کتاب نزدیک داشته یک 15 دقیقه داره دلکه درد سر پیدا میشه. تاثیر باد و هوا، عینک‌های نادرست انتخاب کرده داده باشن. بعد خیلی که گفتن تنی گرم به درد نمیشد، مثلا اینا من سوال دادم که اگر پیدا شود چی؟ ممکن درد سر با یک حالت شده پیدا شده نش ممکن. اینجا به گپ چون که سبب‌های درد سر یک وقتا من مقاله نویسنده بودم، اینجا مکتوب‌ها هست در گزیت کمونیستی تاجیکستان چاپ شده بود زبان رسیقتی درد سر نامش. بسیار مکتوب‌ها گرفتم، همه نزد من با اومدم، من فهمونده دادم. اما آدم که مثلا سبب بیماری یافته خودش از همونجا دور شود ناز میشه. مثلا وقتی که سال اولانگه سیزدی دکترا گذشتگی بود، همونجا یک دکتر برآمد کرده گفت که 10% سلامتی آدما از کارگونای طب وابسته، 40% از محیطی که در آنجا آدما زندگانی میکنن، چه تامینات مگزین، راههای اسفالت‌پوش و آب و چیزای نوشاکی شما، 50% از دشت شما با. مثلا استاد امریکا میرید، انگلی میرید، چه دکترای مشهور بوده است، یک مصلحت میتونه که اومده باز زندگی شما زیدیه در همون جای شما باشد، شما ناز نمیشه. من بسیار وقت آدمای هم وقت که هم صحبت شدم اول میپرسم وضعیت عالی چه خیلی، وضعیت کار چه خیلی. مثلا وضعیت مناسبت ناز کردن در مناسبت ناز نکنی جای کاری عوض کردن نکن، برای اینکه هر روز میری الکای نازی توبه، اما آدمی که توبه دیدن نمیخواد پیدا میشد خودت گنده است. پروسس کاری با من بسیار متریال عجایب جمع کردم که ممکن سالهای بعد 1-2-3 سال یک کتابچه مقصدم هست کمتر سر کردم نویسندم درباره قاعده‌های دکتری پسیکوتراپی، منم خیلی بیماری وقتی عجایب واقعا هست، همون ممکن دسترس میشه چاپ میکنیم خونده میبینید. مرحمت. معلم مکتبی سی رایونی سور قربان و شرافت. سال 1985 بعد از وفات مادر مهربانم کسل شدم. 2 سال پی هم در قربالو 1 ماه دکتران معالجه کردن و اولو хронический бронхит с астматическим компонентом,